همداران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در دهه امون شیخی شهر وحدت بونغورا میگن در نزدی باغ 2 هکتار باغ که خانه دارد، قرار خانه دارد، قرار باغداری دارد، قرار یک بوقه خانه دارد. باغ 400 تا سیب سیمرین که دارد، 200 تا گلوس دارد قریبی. همین سال فقط 3 تونه گلوس فروختگان با نرخ 20 سومانی 60,000 سومانی ده. سالی گذشته 20 تونه سیب فروختن، از همینجا 5 سومانی سیب سیمرین که همین فروخته می شود، چون که مبلغ در کار است به طریق عاجلی فروخته می شود. یک جای به نهایت نغز دریای کوفرنیان یک تقریبا 50 متر اون طرف گذشته ایستاده است. بین دریا و اینجا خانه ها ساخته شده است، آب آورده می شود. 3-4 متر زنید تگ زمین آب می براید یا 10 متر زنید آب می براید. اینجا ماهی خانه کرده می شود، اینجا فانتان کرده می شود. خلاص گپ اینجا را یک دچه به نهایت زیبایی دارای 2 هکتار باغ کرده می شود. با من نهایت معقول است. این سیبو را ببینید، سیبوی چند ساله است که سال امسال آن دارد و امسال کم دارد، چون که سیب سیمرین که عادتا سالبان می بیاید. من حاضر خانه را نشان میدم به شما. قرار خانه هست، قرار من مول خانه هست، قرار باغ هست. باغ را نشان میدم. چی رو خانه را، خانه‌ای که میبینید 3 در خانه است، 3 در خانه است. تگش 8 به 10 تخخانه است که برای سردخانه درست کردگان. شما میخواهید سردخانه کنید، میتونید تخخانه کنید. اینجا یک استراحتگاه بهترین شما میتونید برای خودتون بنیاد کنید و جای کار 2 هکتار باغ، جای کار، جای استراحتتون. بهترین پیشنهادات شده است از طرف صاحب ملک. اینجا مهنت بسیار صرف شده است، اینجا آبادی بسیار کردن. این طرفش همش دچه ها است، دچه ها و قشلاق است، خانه ها اینجا است. خلاصی گپ کدام میگیرد پشیمان نمی شود. همه حجتاش 100% تکرار میکنم. اینجا فقط باغ خانه فروخته می شود، زمین نه. وقتی که باغ رو خریداری کنید زمینش با امروی درختها به شما میگذارد. این قانون است. زمین مالکیت استثنایی دولت است، فروخته نمی شود. باغ فروخته می شود، خانه فروخته می شود، چون که مالکیت شما است. من همداران عزیز، من تلفن خودم رو میمونم در برای نوار. شما میتونید با من زنگ زنید، من با خریدار شما رو سر به سر میکنم. نرخ و نوایش رو هنگامی خریداری انیق پیدا شدن مصلحت میکنیم. حاضر من نوار رو میگیرم، یک درخت رو به نوار کرده به شما نشان میدم. پیش گلوسو من نمیروم، چون که هوا 45-47 درجه گرم است. درجه یک 200 متر رفتن در کار، یک 150 متر. سیب‌ها رو نشان میدم. سیب‌های کلان، درخت‌های علاقه کلان، این پنسومی هم سپرید اگر پولی کلان است برای سیب سیمرین که اینش دارد، سیب دارد. امسال کم بستگی، چون که سال گذشته بسیار بستگی بوده. سیمرین که عادتا کم میبندد. ببینید که درخت‌ها کسل ندارن. خوبیش اینکه چخیل نگاه بین کردن کسل ندارن. نبین هر سال چخیلی که من شنیدم هر سال این کارکرد میشود. زمینش رو شما میتونید بیده کش کرده در اینجا یک بوقه خانه سازید، چون که قراری بوقه خانه هم هست، قراری مول خانه هم هست. بوقه خانه که در بوقه بندید یا که گوسفند بندید. خلاص گپ برای راحت خود، استراحت خود، یک استراحتگاهی به نهایت خوبه. همینجا شما آماده سازید. 50-60%، 70-80% کار شده است. حجت ها هست، قرارها هست، خانه هست، بنا هست، همش هست. فقط شما باغ رو، میوه‌اش رو میگیرید، میفروشید و ساختمانتون رو ادامه میدید. همداران عزیز، در پناه خدا باشید. با تلفنی که در بالای نوار میمونیم شما زنگ زده مراجعت کنید.